پدر این موتور کی خریدی اینقدر مونده سیاه شده؟ اونا بادمجونی بیشور بزن سرجاش. خدا هیچ جوانی رو ناامید از در یخچال بر نگردونه. پس من چی بخورم منم پدر؟ بیا منم بخور. تو غیر از اون 45 تومن یارانه چه سودی بر ما داری؟ ازگل. پدر تو هیچ وقت منو دوستم نداشتی. یادم من 10 سالم بود خود محمد بابا جان بیا یه دسته سیبو بگید پسرم. گرفتم بابایی. چیزی نشد بابا؟ نه بابا هیچیم نشده. پس حتما این نقطه این یکی فازه. هیچ وقت منو دوستم نداشتی. حالا فهمیدی؟ فکر نکن من یادم میره. پسرم داری اشتباه میکنی. من دوستت داشتم فقط فاز مثل نداشتیم اون روز. به نسل‌های بعدی بگید که نسل ما نه سر پیاز بود و نه ته پیاز. نسل ما خود پیاز بود که هرچی ما رو دید یه کرد به حال ما. برگاه شبیر رو نبانید. خدای من چی گناهی کردم بدتر دادی.